باشد. خداوندا از خانه خود شدیم این کاری که کردیم فقط برای رضای خدا، نه برای رکلام، نه برای خدا خلق خشن، نه برای پکازوکا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. الحمدلله حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل. دوستان عزیز، با یاری پروردگار و دستگیری شما مسلمان های تمام دنیا، مسلمان های ازبکستان و تاجیکستان، برادران روسیه و دیگر دولت ها، مسجدی که به نام تاج محل مشهور است کشاده می شود. الحمدلله تیار شد، کشاده می شود روزی چی؟ این همین پنجشنبه روزی 25 دکبر کشاده می شود. تمامی بچه‌هایی که امکانات شرایط دارند شما را دعوت میکنند. دامولا بابا شخصی که در همین 3 سال شد در همین مسجد خدمت کرده است. با هم خودی برادر و شاگردش، همون شخصی که بلاگری مشهوره که چقدر خدمت کرد در همین مسجد. دوستان شهر از من میگم کدوم شهر است؟ شهر ازبکستان، یعنی دولت ازبکستان، ولایت فرغانه، ناحیه سوخ، دهه هوشیار. با هم خاطر برادرها رقمات داره اکران، واتساپ، ایمو، تلگرام زنگ بزنید برای اشتراک کنید. الحمدلله رحمت برای آدمای دستگیری کردن. انشاءالله چخیر الله میگه هر نفری که به حجم یک لانه گندوش در این دنیا خانه من میسازه در قیامت با یک قصر میسازم. ما کسی دستگیری کرد چی میگن سهم گذاشت، انشاءالله خیر اجرش در قیامت میبینه. رحمت خدا. زنگ زنی ادرسو در اکران است، روی اشتراک کنید مردم تاجیکستان و ازبکستان تمام دولت. الحمدلله همین که سرجم باشه مردم ازبکستان و تاجیکستان سلامت باشه. رحمت خدا برای دستگیریتون. السلام علیکم. داری جون برادر عزیز، یک لحظه مرا نگذرانید. خوشحال بهترین خبر دارم. الحمدلله امروز سنه 21 دکبر 2025 سال در مسجد تاج محل شهر قرار داریم. مسجد ما در عرفه کشاده شوی روز سنه 25 دکبر 2025 سال مسجد تاج محل شهر کشاده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، امیدوارم خوب تنصت هستید. الحمدلله ما امروز در عرفه مسجد کشاده قرار داریم و همراه استاد امسال برنامه هستند که سنه کشاده شوی مسجد کیه همش میفهمید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد السلام علیکم رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. بسیار به خدا انشاءالله هم میگه و شکرگزار هستیم که الحمدلله که شما چند طول 3 سال است انشاءالله این مسجد نگفتیم مثال شاگرد چی مالی چی جانی ها یاردم کرده و این روز خدا خواهد انشاءالله آخرین لحظه های خدا خواهد جشنی شدن این مسجد قرار داریم. ما سنه 25 دکبر روزی پنجشنبه خدا خواهد انشاءالله با واسطه خدا خواهد رهبران حکومت و با واسطه خدا خواهد قاضیاتی انشاءالله خدا خواهد ازبکستان زمین جشنی یعنی شدن این مسجد خدا خواهد انشاءالله پیشواز میگیریم و همه شما انشاءالله خود مسلمانای روی دنیا کسانی که انشاءالله خدا خواهد در کانال ما هستین و دستگیری کردین و چی مالی چی جانی قوت دادین انشاءالله خدا خواهد ما شما در انتظار هستیم. مرحمت کنین انشاءالله خدا خواهد. یعنی این مسجد کشاده گفته اعلام میکنیم خدا خواهد انشاءالله و در این مسجد امید میکنیم که خدا خواهد عصرها تمام مسلمان زمین انشاءالله عبادت میکنند. ما از شما همه خدا خود مسافر و قطعی نظر در کجایی که هستین صدای ما را میشنین ما از زمین تا آسمان منتدار هستیم و الله همه راضی باشد. خداوندا از خانه خود شدیم این کاری که کردیم فقط برای رضای خدا، نه برای رکلام، نه برای خدا خلق خشن، نه برای پکازوکا، فقط برای رضای خدا. سنه 25 دکبر هر یک شما رو ما منتظریم در این مسجد تاج محل شهر. قدر امکان حرکت کنیم بیاید. مردمانی که دور و نزدیک ما رو تا این روز دستگیری تا آمدن چنان شریع الله بودن که با خود انشاءالله خیلی درگرده مسئولیت ما بود. مثلا استوپلی و دیگر ماتریال بارو دسترس کردن مسئولیت درگردن ما بود. کل 3 سال است شریع الله هم تو مسئولیت ما مسئولیت خود نیست کرده. کل 3 سال ما رو دستگیری کردن. ما خیلی یک شما می‌نداریم از زمین تا آسمان. حتما بیاین در کشاده شوی مسجد تاج محل اشتراک کنید. واقعی در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله.